همه ما دوست داریم بعد از جراحی‌ها، خصوصاً جراحی‌های زیبایی، بهترین نتیجه را ببینیم. اما زخم، کبودی و خونمردگی پس از عمل می‌تواند این تجربه را تحت تاثیر قرار دهد. ممکن است پوست شما پس از جراحی‌هایی مانند لیفت صورت و ابرو، جراحی زیبایی بینی و پلک، تزریق فیلر، لیپوساکشن و جراحی سینه، کبود و ملتهب شود. آناناس از زمانهای قدیم برای رفع کبودی و التهاب مصرف می شده است. ساقه آناناس حاوی ترکیب آنزیمی بروملین است که به التیام پوست پس از جراحی کمک می کند. بروزایم محصولی از شرکت تترافارمد است که با ترکیبات خاص به دست آمده از ساقه آناناس حاوی دوز مناسب با بیشترین اثر بخشی می باشند. دو محصول بروزایم اولترا و بروزایم با دوزهای متفاوت عرضه می شوند و طی 2 مرحله به تسریع فرایند بهبود زخم‌ها، تسریع در التیام کبودی‌ها و خونمردگی‌ها و کاهش تورم و التهاب کمک می کنند. طبق آمارهای معتبر 35% از زخم‌های حاصل از جراحی پس از گذشت 1 سال تشکیل زخم بدشکل یا اسکار هایپرتروفیک می‌دهند. برای پیشگیری از ایجاد این زخم‌های گوشتی می‌توان از بروزایم پلاس استفاده کرد. بروزایم پلاس حاوی 82.5 میلی گرم بروملین و 400 میلی گرم کوئرستین است که سبب مهار تکثیر بیش از حد سلول‌های پوستی و مهار ترشح کلاژن می‌شود.